گفت که من از این طفولیت که بودم، گفت به می برهنگی و به بی حیایی خوش نبودم، چی مسلمان نبودم، لکن من این زندگی حیوانی اونجا خوشم نمیامد. چه قسم مثلا انسان باید باشم. باز میگه وقتی که من کمی کلان شدم، باز میگه وقتی که آمدم در مرکز روسیه و خیلی به اونجا قوام اطرافش بودن، باز در مرکزش آمدن، باز گفت اونجا من مسلمان ها را دیدم و دیدم که مسلمان های تاجیکستان هستن که اینا چقدر بسیار خوش برخورد و چقدر پاک زندگی میکنن. حتی گفت من میدم که یک مسلمان در دستش یک توتا یک نان است، مدنگاه نان بر دخانی مرچه میپرده. یعنی حتی گفت همین گفت مرا متاثر ساخت، حتی برای یک مرچه یا دلسوز هستم مسلمان. گفت اینه دیدم و دیدم که دخترکا مکتب میان لباس دارن یا پسار میگم شما چی کسی؟ گفتم ما مسلمان هستیم. خب بالاخره این